خب دوربین رو که تنظیم کردم. بچه میشه ازتون عکس بگیرم؟ نه خیلی خوردید میگین نه. من الان دارم میام دوربینم آماده میکنم. خب آقا فردی سلام، درود بر شما. یک عکس بگیرم با بچه سلام، خیلی خوش اومدی به این ویدیو. ببخشید من تو اون جایی که داشتم با فردی عکس میگرفتم سلام علیکی نکردم. امروز اومدیم با گیم پلی رکروم، اما این دفعه گیم پلی بازی 5 شب در کنار فردی. بچه بهتون گل میدم من بالاخره یه روز یه هدست واقعا مجازی بخرم، بیشتر باستون ویدیو بذارم. خیلی شماها که دارین ویدیو رو میبینین برام ارزش دارین، خیلی دوستتون دارم. کامنت لایک سا فراموشم نشه. خب بچه همینجور که میدونی، اگه کسایی که فنف بازن میدونم 5 شب در کنار فردی یک چیه. بچه من خیلی میترسم چی من همه در رو میبندم، خیلی میترسم. خب ایشون آقا کامرا بره تو کوچه، ببخشید. خب ما اینطور میتونیم کامرا رو ببینیم. چقدر بعده که اینطوری میتونیم کامرا رو ببینیم، خیلی بله دیگه. حاجی چقدر سگیه، ترسیدم. او کامرا چرا یا اینطوری شد؟ به خدا اون اونجاست. آی خیلی ترسناکه. من در رو به شدت اصلا دوست ندارم باز کنم. اینجاست دیگه. نه احتمالا اومده این ور و نه من چیزی نمیبینم. جا اون امنه، ولی کامرا کجا رفت؟ بچه متاسفانه کامرا رو از دست دادیم و من الان چیزی ندارم که ببینم. اوه چرا رفت اون تو؟ من الان نمیتونم چیزی رو ببینم. فکر کنم رکب خوردیم. بچه من دوباره به کامرا رو گیم اوور. بچه من یعنی سکته کردم، خیلی بد بود. اون در بیستامو باز کرد اومد داخل. من سگ من ریدم تو اون دهنتون. یعنی دوباره باید گیم رو استارت بزنم. من گو میخورم گیم رو استارت بزنم. نمیشه بازی عوض کرد بچه ها. تو رو خدا اجازه بدی، این پدر سگ اومد برو ترسون. خیلی ترسیدم. وای قلبم وایساد. آی بچه من استارت کنم به نظرتون؟ میخوام منگوش کنم توی چشت بره توی ویلکام. خب بچه من الان فردی و بانی رو تنظیم کردم موقع بیاد و بانی پدرسن چطور تونست در باز کنه؟ یعنی خاک تو سرت که چقدر بد ریختن، چوری بد ریختن. اونو نگاه، انگار چشاش از صدقه زده بیرون و من الان اینا رو میبینم خب میترسم. چطوری بازی کنم؟ به نظر من بانی رو حذف کنیم و فقط آقا فردی وارد بشه. خیلی ترسناک بود، یعنی کونم سابیده شد تا بتونم یه بازی به این قشنگی بکنم. حاجی خود بازی اصلیش ترسناکتره، این ترسناکتر از بازی اصلیش. حاجی من بالاخره بازی کنم یا نه؟ واسه اینجا رو ببینید چی میکنم. فال پلیس 6/21 مثلا use the doors to keep. خب بابا تو الان داری اینجا
اینجا داره قوانین رو میزنه، میگه بازی سروایوله و باید تا ساعت 6 اینجا کار کنی. Don't power. میگه از پاور زیاد استفاده نکنی چون اگه تموم بشه این بازی میگه سروایوله. اگه شارژتون تموم بشه این آقا فریدی میاد و میاد ما رو بخوره. حاجی من میترسم پلی کنم، ولی چون که شما رو دوست دارم لایک و ساب میکنید بریم تو اتاق پلیش کنیم. خب بچه من الان پلی کردم بازی و من دوست ندارم الان در رو باز کنم چون میگه پاور مثلا تو خود بازی میگه پاور. اینجا پاور. بابا چون انقدر زود تموم میشه. خب ببین خوردم. DJ Barwood in the mix.